خب بریم یک دو تا سوال تستی که تو کنکورها مطرح شده رو براتون بحث کنیم. این اولین سوال برمیگرده به کنکور مهندسی کامپیوتر سراسری سال 87. سوال اینه که ضریب انشاب یک درخت جستجو 3 می باشه، یعنی در واقع برانچ فاکتور رو به زمان توضیحات کتاب بیا همون B مساوی 3. حل مسئله در آخرین رأسی که در عمق 2 جستجو می شود وجود دارد، یعنی منتهی اگر چپ به راست در نظر بگیریم منتهی سمت راست. عمق 2 هم یادتون نره معمولا پیشفرض بگیریم که عمق ریشه 0، یعنی 0 1 2 3 تا سطح متمایزه، هر سطحی هم برانچ فاکتورش 3 هسته و جواب در منتهی سمت راست عمق 2. تا اینجا صورت مسئله داره اینو میگه. چه تعداد رأس باید بسط داده شوند تا این رأس بازدید شود، این پاسخ به دست بیاد، در صورتی که از جستجوی اول سطح استفاده شود. خب اینجا یه نکته مهمی وجود داره که تو پرانتز در ادامه اولا که خب روش جستجوی اول سطح، پاسخ منتهی سمت راست، عمق 2، برانچ فاکتور هم 2 است. فرمول ما میگه B به توان D، پس قاعدتا میشه از همون فرمول به دست آورد تقریبا چند تا گره باید بس بدیم. مثلا دقیقاً خواسته شده، اگرچه میشه فرمول دقیقش هم اختراع کرد ولی نیازی نیست. جمله داخل پرانتز خیلی مهمه، تو درس هم من روش تاکید کردم. فرض بر این است که حل مسئله بودن یک گره در زمان باز کردن فرزندان آن گره بررسی می‌کردد. خب شما از این جمله چی می‌فهمید؟ یک فکر کنید راجبش. این جمله به نظر من خوب گفته نشده، ولی منظور نویسنده این جمله این است که در واقع کنترل آزمون هدف در حین خروج عنصر از صف داره صورت میگیره. یادتون نره آنچه که تو چاپ سوم کتاب راسل نورویج برخلاف چاپ دوم گفته بود این بود که ما در مورد BFS حین ورود به صف آزمون هدف را اعمال میکنیم. تو این تست حین خروج از صف مورد سوال قرار گرفته. پس در نتیجه حتما گره های عمق 0 و 1 و 2 مورد بررسی قرار میگیرن. گره های عمق 0 و 1 و 2 چند تا گره خواهند بود؟ یکی گره مبدا است، 3 تا فرزند داره، هر 3 تا فرزند هم 3 تا فرزند یعنی 3 به توان 2 یعنی 9 تا نوه خواهد داشت. پس یه دونه پدر ریشه، 3 تا فرزند، 9 تا نوه، 9 به اضافه 3 به اضافه 1 میشود 13. درسته؟ 9 به اضافه 3 به اضافه 1 میشود 13 دیگه. خب این که میشه تا عمق 2. شاید شما بگید خب با 13 جواب تست؟ نه، 13 نمیتونه جواب تست باشه، یعنی گزینه 1 غلطه. علتش این است که گره های عمق 3 هم میان بس داده میشن یا میرن تو صف تو حاشیه قرار داده میشن، برای همین اونا رو هم باید بشماریم. گره های عمق 3 چند تا هستن؟ 9 تا به صدا عمق 2 هستن، پس به توان 2 تا، چون هر کدوم دوباره 3 تا فرزند دارن، ضرب در 3 ببخشید 27 تا گره، یعنی هر کدوم از اون 9 تا گره چون 3 تا فرزند داره 9 ضرب در 3 9 تا میشه 27 تا گره. پس یعنی ما 13 رو به اضافه 27 کنیم به جواب میرسه؟ نه، باز جواب غلطه. چرا؟ چون درسته که ما این تعداد فرزند رو باید قاعدتا تو صف بذاریم، منتها یه تفاوت کوچیک هم وجود داره. اونم اینه که گره منتهی سمت راست قبل از اینکه گره فرزندش بخوان تو صف بشینن خودش به عنوان هدف شناخته میشه. پس منهای 3 تا که گره آخرین گره منتهی سمت راسته، یعنی در واقع ما 13 تا گره تو عمق 0 و 1 و 2 داریم، 27 تا گره تو عمق 3 داریم که از اون 27 تا فقط 24 تاشو بررسی میکنیم. پس میشه 13 به اضافه 27 منهای 3 که حاصل خواهد شد 37، یعنی گزینه 4 درست است. پس باز تکرار میکنم، ما عمق 0 و 1 و 2 رو که باید بس بدیم، پس میشه 13 تا گره. عمق 3 که در واقع گره های حاشیه هستن، چون تا آخرین گره منتهی سمت راست رو ما در عمق 2 داریم هدف میشناسیم و چون زمانی که از صف خارج میشه به عنوان هدف شناساییش میکنیم نه زمانی که وارد میشه. دقت کنید اگه زمانی که وارد میشه اصلا جواب کلا متفاوت میشه. تحت این شرایط پس در واقع چه اتفاقی میفته؟ ما از اون 27 تا گره عمق سوم ما فقط 24 تاشو بررسی میکنیم، پس 24 به اضافه 13 خواهد شد 37. گزینه پاسخ 4 درست خواهد.